بانک ملی تاجیکستان از ساکنان رسما خواسته است که پول خود را از خارجه تنها با واسطه نظام‌های یونیستریم و کانتاکت فرستند و از خدمات شبکه‌های دیگر از جمله زلاتای کرونا موقتا دست کشند. تا این دم بیش از 80% پول مهاجران با واسطه زلاتای کرونا به تاجیکستان می آمد. این وضعیت در حال پیش آمد که نزد بانک ملی مرکز ملی پروسسینگی از روز 3 دکبر فعال شد و سر و صداهای زیادی را هم به میان آورد. برخی آن را اقدام سری وقتی و دیگران یک کاری ناضرور خواندند که سرسانی مردم را بیشتر کرده است. اما جمالالدین نورعلیف، معاون اولی رئیس بانک ملی تاجیکستان، در یک مصاحبه تلویزیونی که بانک ملی نشر کرد، از تأسیس مرکز ملی پروسسینگی حمایت کرد و گفت هدف از تأسیس این نظام آن است که حقوق شهروندان از جمله مهاجران حفظ شده در صورت مفلس شدن نظام پرداختی مبلغ‌های آنها پرداخت شود. اما جمالالدین نورعلیف نگفت که نظام‌های پرداخت باید چقدر مبلغ‌های پیشکی در نزد بانک ملی پس‌انداز کنند. عبدالمنان شیرعلیف، کارشناس مسائل اقتصادی، 2 روز پیش به پیام گفته بود که حتما زیر این تصمیم بانک ملی منافع مالی گروه یا نفره نهفته است. حتی اگر چنین نیست، نه تنها قیمت انتقال بالا می رود، بلکه انتقال پول توسط بانک ها کمتر می شود. پیش پرداخت مبلغ شرکت انتقال دهنده را وادار به آن می کند که با گونه این مبلغی از گردش مانده را جبران کند و طبیعی است که نرخ کمیسیه حق پرداخت مبلغ زیاد می شود و باز مهاجر ضرر می بیند.